الان داریم میریم خونه؟ آره عمو داریم میریم خونه. بابا ما از کجا میشناسی؟ بابا تا دوستای قدیمیمه. پفک دریاریه؟ نه پفک ندارم. پس همینجا بزن کنار برم بخرم بیا. ما هیچ جا با این نمیسیم. حرف نزن دیگه. عمو میشه گوشتو بدی تا خونه باب اسفنجی ببینم؟ نه لطفاً. نه میگم نمیشه. بابام همیشه گوشیشو بهم میداد تا خونه باب اسفنجی ببینم. من وقتی باب اسفنجی میبینم نمیدونم چطور تایم میگذره. اینجوری خیلی کم حرفترم هستم. من عاشق پاتریکم. البته من باب اسفنجی هم خیلی دوست دارم، ولی خب خفه شو دیگه. حداقل بیا چیستان بازی کنیم. باشه. مرسی عمو. من یه چیز می‌نویسم رو کاغذ، تو باید با سوال پرسیدنت حدس بزنی که اون چیه. باشه. تموم شد. خب اون چیه که سبزه؟ چه میدونم درخته؟ نه، یه قسمتایش هم سفیده. بستنی؟ نه، ماشین پلیسی که کنارمون وایساده. چی گفتی؟ گوه توش. تلاش تو دوست داشتم، ولی بابام فقط یه دونه رفیق داره.